بریم چند تا ترفند ببینیم. یه دونه آچار فرانسه میگیریم، دو تا فکشو سوراخ میکنیم، با مته پیچ میندازیم، از اون ور مهره میندازیم، مهراش هم یکی یکی سفت میکنیم که اتفاق خیلی خوب بیفته. همین، یعنی قرار بودش که فقط مهره مینی فرز رو باز کنه. چه کاری آخه، بیا به عنوان میخکش ازش استفاده بکن، قابلیتی که خیلی‌ها بلد نیستن با آچار فرانسه استفاده بکنن، یا برای سوراخ‌کاری لوله‌های گرد فلزی که مته سر میخوره ازش استفاده بکن. دو تا ترفند بهتر ببینیم، با دو تا آچار فرانسه میتونی مهره رو به این شکل باز بکنی. بابا ترفند بعدی به این شکله که یه دونه کاتر پلاستیکی میگیرید و از قسمت زیرش با فرز مینیاتوری برش میزنید یا یه حفره ایجاد میکنید، دوباره تیغش رو همه چیز رو داخلش قرار میدی. از این میتونی به عنوان یه دونه سیم لخت کن استفاده بکنی. روش بدکی نیستش، قیمت مناسب در میاد واسط. یه دونه پیچ بلند میگیری، داخلش یه دونه واشر بزرگ میندازی، یه دونه مهره میبندی به طوری که واشر آزاد بچرخه داخلش، سر حویه میذاری. حالا به عنوان بست دوخت پلاستیک میتونی استفاده بکنی، روش باحالی بود. یه در بطری شیشه نوشابه میگیری، کوکاکولا یا هر برند دیگه که دوست داشتی، لبهاشو کامل صاف میکنی، با چکش میکوبیش که کامل صاف بشه. از وسطش یه سوراخ میگیری، داخل یه پیچ بلند میندازی، مهره واشر سفت میکنی، آچار کشی میشه، میندازی سر دریلت به عنوان یه دونه اره‌ای که میتونه داخل لوله‌های پلاستیکی بره و ببره اونا رو استفاده کنی. یه دونه از این لوله‌های پلاستیکی اتویی پیدا میکنی، از یه تیکه میبری، یه دونه چسب پیدا میکنی، زیر کار میزنی، این لوله رو میذاری روش، داخلش رو با چسب حرارتی پر میکنی، میذاری کامل خشک بشه. از وسط با مته سوراخ کاری انجام میدی، بغلش رو سوراخ میکنی، قلاویز میزنی که رزوه بشه، پیچو داخل اون سوراخ قرار میدی. حالا میذاری روی متت، میتونی عمق سوراخ کاری تو مشخص بکنی، دیگه متغیر دست خودته. دو تا زانویی لوله اتویی پیدا میکنی، از تهش با اره میبری، میذاری با خود دستگاه اتو کامل داغ بشه و این دوتا رو از ته به هم دیگه میچسبونی. الان تبدیل شد به یه چهارراه که میتونی توی اتصالات و لوله کشید استفاده بکنی. یه پیچ شیروانی سرمته میکنی سر یه دونه لوله اتویی، حالا میتونی به عنوان یه دونه دربازکن استفاده بکنی. ایده بدکی نبود. یه چند تا آهنربا این شکلی پیدا میکنی، ته یه دونه مداد میچسبونی. حالا میتونی برای چکشکاری استفاده بکنی، واسه اینی که فقط دستات اوف نشه، خیلی زایه است. با پیچی که خیلی زیاد سر و کار داری، یه دونه واشر میندازی، از داخل یه دونه بوکس رد میکنی، با چسب حرارتی پرش میکنی، میذاری خشک بشه. حالا گل پیچت بزرگتر میشه، خودت میتونی باز و بستش کنی.